پس مغز تو پر از انرژی است. محیط تو این انرژی را تعیین میکنه که مثبت باشه یا منفی. اگر تو با مردم منفی بشینی، گپای منفی بشنوی، این مغز که پر از انرژی خنثی مبدل میشه به انرژی منفی. و اگر تو با مردم مثبت بشینی، این مغز تو که پر از انرژی خنثی مبدل میشه به یک انرژی مثبت. مشکل اساسی ما جوانایی است که میخوایم به وطن خدمت کنم، اصلا وطن دوست ندارم، بعد $100 وطن فروختیم. میخوایم وظیفه پیدا کنم، بعد اصلا در کسی وظیفه نیستم، زده رایستم پبجی. ما نمیفهمیم چیزایی را که میگیم میخواهیم برزو ارزش نمیتیم، چیزایی را که میگیم نمیخواهیم برزو ارزش داده رایستیم. ما 3 واژه داریم و میخوایم تمام دوستان متوجه باشن معنای دقیق زیرا بفهمه. اول احساسات و خواهشات است، دوم عمل است، سوم انرژی است. بعضا شاید تو حس کنی که خوب نیستی، حس کنی که امروز نباید کار بری، حس کنی که نباید امروز در خانه همراه خانمت یا هم همراه اولادایت صحبت کنی. این حست است. هیچ حس نباید تاثیرگذار باشه بالای عمل انسان. احساسات میاین و میرن و متوجه باشین که عمل شما باعث احساسات شما میشه. احساسات شما باید باعث عمل شما نشه و این خیلی موضوع بزرگ است اگر درکش کنین. من احساس میکنم که خوش نیستم، پس میخیزم کار میکنم که این ناخوشی خودم مبدل کنم به خوشی. اما اگر من احساس میکنم که خوش نیستم و به خاطر ازی هیچ کار نمیکنم، این ناخوشی من مبدل میشه به یک اختلال روانی. پس من هیچ وقت اجازه نمیتم خواهشات و حس خدا که عمل من از بین ببره. صبح وقت میخیزم، حس نمیکنم که باید برم تمرین کنم، کسل هستم، دلم نمیشه که باید تمرین کنم. دقیقاً این زمان است که من باید تمرین کنم. روزی که دلم نمیشه تمرین کنم، من باید تمرین کنم. روزی که دلم میشه که باید تمرین کنم، اگر تمرین نکردم به خاطر که چند کار مهم دیگه دارم مشکل نیست. اما روزی که دلم نمیشه که من باید تمرین برم، او روز باید تمرین برم تا بتانم حس خود تغییر بدم. در غیر زو حس ما عمل ما کنترل میکنه و هر زمانی که حس تو عملت کنترل کرد، زندگی تو مبدل به یک جهنم میشه. چرا؟ چون احساسات معمول نفسانی است ولی عمل ذهنی است. پس احساسات تو نباید عمل تو را کنترل کنه، عمل تو باید احساسات تو را کنترل کنه. خب چگونه؟ اینجا میرسیم به موضوع سومی که ما روش بحث کردیم که 3 واژه مهم است. انرژی. هر انسان انرژی داره. اگر انسان بگه که من انرژی ندارم، دیگه باید مرده باشه، یعنی مغزش از کار افتیده باشه، قلبش از کار افتیده باشه. هرگاه قلب و مغز تو از کار افتید، دیگه تو میتونی بگویی که من انرژی ندارم. تا که مغز و قلبت کار میکنه، تو یک آدم پر انرژی استی. ایناله این مربوط میشه به این که امی انرژی تو تا چقدر وقت دوام پیدا میکنه و این انرژی تو مثبت است یا انرژی منفی. اکثریت ما تسلیم انرژی منفی میشیم. مثلا من میگم که والا فلانی یادم میایه. آیا یاد آمدن این فرد برای تو انرژی مثبت میته؟ تو را توانایی میته؟ تو را تحریک میکنه که تمرین کنی؟ تو را تحریک میکنه که پول بیشتر پیدا کنی؟ تو را تحریک میکنه که از زندگیت لذت ببری؟ اگر جواب نیست، پس این انرژی منفی است. ما بالای هیچ نوع انرژی منفیه که قدرت ما از من میگیره باور ندارم. یک فرد است میگه که والا من تشویش دارم، من وسواس دارم. خب تو چون باور داری بالای اونا را داری. من چون باور ندارم بالای اونا را داشته نمیتونم. بنابراین اکثریت مردم افغانستان که خودت ببینی 70% انرژی منفی دارن و 70% عمل اینا به خاطر انرژی منفی است. ولی او دختر طرفم بد سعی کرد. چرا بد سعی کرد؟ خوب چی کرده بودم که بد سعی کرد؟ تو باش ما چطور ببینم که چرا بد سعی کردی؟ تو استاد شو، تو اینجا بیا. اکثریت جنگای ما که سر راه ما میشه. ولی بچه بد سعی کرد، تو بیا دور بخوریم که چرا بد سعی کرد؟ او بیا در او بد سعی کرد. ها، انرژی منفی است. بله، ایگنورش کن، اصلا برش ارزش نده. اونی که طرفت سعی کرد و طرفت خنده کرد، چرا پیش از او نمیری سلام نمیتیش؟ کاتش دوستی نمیکنی. ولی من یک نفر دارم، بچه کاکایم از موتر نو گرفت. خود چرا موتر نو گرفت؟ اینا من موتر نو ندارم. چی کنم که من باید موتر نو بگیرم؟ پیسه زو آرام است.
از کجا کرد که موتر نو گرفت؟ انرژی منفی است. چرا این رقم نمیگی که بچه کاکای موتر گرفت، بریم خانهش تبریکی بتیمش، بعد بهش بگوییم که اینال مرا ببر قرخه؟ اینال زندگی ما پر از انرژی منفی است و این انرژی منفی به نام رواج است، به نام شرم یا به هر نامی که هست. و زمانی که محیط تو پر از انرژی منفی باشه و تو این انرژی منفی را جذب میکنی، بعد توقع داری که عمل تو خوب باشه، عمل تو مثبت باشه، اصلا امکان نداره. من میشینم در خانه کت مادرم، امی که بیشینیم در وقت نان خوردن، مادرم میگه والا یک خیرات خور آمده بود که می لبایش خشک بود، گریان میکرد که فلان است، انرژی منفی است. یا مادرم میشینه میگه که والا عمو خالد که عملیات کرده بود که خیلی دختر خفه است، وضعیتش خراب است که نمیفهم میموره، یا هر چیزی که است، انرژی منفی است. بعد حالی اصول ما چیست؟ میرم وقت نان خوردن، مادرم که موضوع بخش منفی را شروع کرد، من میگم من خستم، بیشی بچه سگ خوسه است، دیگه گپ نمیزنیم. خب پس باید گپای مثبت شنیده شود. پس مغز تو پر از انرژی است، محیط تو این انرژی را تعیین میکنه که مثبت باشه یا منفی. اگر تو با مردم منفی بشینی، گپای منفی بشنوی، این مغز که پر از انرژی خنثی مبدل میشه به انرژی منفی. و اگر تو با مردم مثبت بشینی، این مغز تو که پر از انرژی خنثی مبدل میشه به یک انرژی مثبت. یک مثال آخر در این مورد میتونم چون خیلی مهم است. فرض کن ما در دفتر شیشتیم با افراد و مغز ما پر از انرژی خنثی و 3 دوست ما پر از انرژی منفی است. یک دوست ما میگه که والا شرایط خراب است، شاید دفتر ما رو رخصت کنه، جواب بده. دفعتا این مغز که پر از انرژی خنثی مبدل میشه به انرژی منفی. خب اگه تو از دفتر بکشه که چی میشه؟ پیسه رو چطور پیدا میکنی؟ خانه چطور میشه؟ کرایه چطور میشه؟ بل برق چطور میشه؟ بوم، انفجار شد، تو ناکام هستی. من میرم با 3 دوست دیگه که انرژی مثبت دارن و برام میگه که این دفتر خواست اس نیست مهم نیست، بیاین یک تجارت نو شروع کنیم. ذهن پر میشه از انرژی مثبت. چه رقم تجارت شروع کنیم؟ استعداد ما چیست؟ چطور میتونیم پیشرفت کنیم؟ چطور میتونیم کار خوب داشته باشیم؟ چطور میتونیم عاید بیشتر داشته باشیم؟ بوم، تو مبدل میشی به یک تجار شخصی. پس متوجه باشین که احساسات، عمل و انرژی 3 واژه خیلی خطرناک است که آینده شما را تعیین میکنه. تنها با انرژی مثبت چیزی نمیشه. من بچه‌ای را دارم که به خود انرژی مثبت میتن، مثلا درگیر یک چیزی هستن و میگن که من میخوایم این میره علاج کنم دکتر. من میگم خب علاجش کن، میگه اما نمیشه. تنها خواستن چیزهای مثبت به این معنی نیست که تو برسی برش. ارزش خواستن چیزهای مثبت برات خیلی مهم است. ما میگیم که یک چیز میخوایم ولی برای ما ارزشمند نیست، در اصل نمیخوایم، از او خاطر برش رسیدن نمیتونیم. فرض کو یک مثال میتونم، من با مادر خود روان هستم و یک 5 بچه است که با مادرم یک چیز بد میگه، یک دو میزنه. چون مادرم برای من ارزشمند است، این باعث میشه که من احساساتی شوم و احساساتم باعث میشه که من یک برخورد یا یک عمل جدی داشته باشم. دفعتا در ذهنم پروسش میشه با مادرت دو زد، بی غیرت، دفاع نمی کنی از مادرت، خیلی تو چی به درد میخوری؟ بوم، دور میخورم، میگم چی گفتین؟ ایجا بیا. دیگه حساب نمی کنم 1 2 3 4 5، مهم نیست 4 تاست 5 تاست 10 تاست. اولین کاری که میکنم عمله مستقیم دادانش، بام مفته، خلاص. چرا؟ چون مادرم برای من ارزش داره. برای من خدایم گفته اگه تو بیش از مادر و پدرت مرا دوست نداشته باشی، پس تو چطور میگی که من خدایت هستم، کریتورم است. من میایم میشینم یک جایی و یک فرد را میبینم که با خدایم توهین میکنه. اینا قرار نیست ما بگویم که او مردم از شرم است، کدام دوستم خفه نشه. نه، ارزش است. میای بالای پروسه احساساتم تاثیر میکنه، احساساتم باعث میشه که من دفعتا عمل انجام بدم، بوم میزنم. چی گفتی؟ از امون خاطر خود دین باید شکل باشه که تو برش ارزش قائل باشی، درست؟ یا مثلا من میگم که خب فقر است، مادر و پدرم گشنه در خانه شیشته و من پیسه دوایش ندارم، درست؟ و این امکان نداره، من باید تغییر بدم، بچه جوان هستم، باید وظیفه پیدا کنم. اونو نظر به ارزش من احساساتی میشم، نظر به احساسات من عمل میکنم، از هر جایی که باشه بالاخره میرم پول پیدا میکنم. مشکل اساسی ما جوانایی است که میخوایم با وطن خدمت کنم، اصلا وطن دوست ندارم، بعد $100 وطن فروختیم. میخوایم وظیفه پیدا کنم، بعد اصلا در کسی وظیفه نیستم، زده رایستم پبجی. ما نمیفهمیم چیزایی را که میگیم میخوایم
بریزو ارزش نمیتیم. چیزایی را که میگیم نمیخوایم بریزو ارزش داده رایستیم. میخوایم وظیفه پیدا کنم 3 ساعتم در فیسبوک تیر میشه. میخوایم وظیفه پیدا کنم 10 دانه تیک تاک میسازم. میخوایم وظیفه پیدا کنم نیم ساعت ششتیم لدو میکنم. میخوایم وظیفه پیدا کنم در پبجی لیول 18 استم یا لیول 70 یا لیول 80 استم. چطور تو وظیفه میخوایی در حالی که در پبجی لیول 80 رسیدی؟ من در زندگیم 1 ساعت پبجی زدیم اولین باره که برآمد، چون مسئولیت هایم بیشتر است، ارزش های دیگه این برام مهم است. میخوایم والا دختر اعلا کنم. چرا؟ خب به خاطر که انرژی منفی است. میخوای بجایش چی کنی؟ خب میخوایم بجایش تجارت کنم. پس چرا دختر اعلا کده نمیتونی؟ چرا روی تجارت فکر کده نمیتونی؟ والا نمیفهم که باشم ساعتم تیر میشه. خب به خاطر که برای تو تجارتت مهم نیست، اولویت‌هایت معلوم نیست. بنابراین تنها به این نیست که تو بگویی که من انرژی مثبت دارم، محیط پر از انرژی مثبت دارم، به شرطی که تو ارزش نتی به کارایت. استانداردهایتان بالا ببرین. چیزایی که میخواین بیشتر بخواین. شاید برای ما ایره گفته باشن که خب داخل روز میری میموری و جایت قبر است و با یک کفن میری. درست من با یک کفن میرم، اما به ایمانا نیست که من غریب باشم، چون حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میره دعا میکنه و میگه که خدای یکی از عمرین به من بده، به خاطر که در بین دو عمرین اردوش پول داره و بدون پول تو نمیشه تو مبارزه کنی. بنابراین اگر تو میخوای بدینت مبارزه کنی اول باید پول داشته باشی، چون پول است که ایمان تو را به خطر مندازه. چون آیت از قرآن است و احادیث از این مورد. افرادی که در فقر هستند میگه حتی از اونا مشوره نگیرین چون ذهنشان درگیر است. بنابراین استانداردهایتان بالا ببرین و وقتی که شما استانداردها را بالا میبرین خود چالش میتین و به عنوان یک مرد وقتی شما چالش میشین باید زحمت بکشین. من بیشتر گفتم بهترین چیزایی که در زندگی ما رخ میده در شرایط سخت میباشن. یک کسی از دفتر میکشه تجارت شخصی شروع میکنه، تا که او از دفتر نکشه او تجارت شخصی شروع نمیکنه. یک کسی از زنش اعلا میده، بعد او میره میگه خب مرا اعلا داد، یک دختر دیگه میگیره که جوانتر از اوست، تا که زنش رو اعلا نمیداد شاید یک دختر جوانتر را به دست نمی آورد. یک آدم در مکتب ناکام میشه میره بود فروشی شروع میکنه، این حال میلیونر است و افرادی که در مکتب بودن حال زیر دستیزی کار میکنن. پس سختی یک نعمت خداست و شما باید به عنوان یک نعمت برش ببینین و در شرایط سخت باید استانداردهایتان بلند کنین. ما بیشتر استانداردهای ما پایینتر میشه. مثلا یک آدم 25000 افغانی معاش داره، ماهانه سرزو گزاره میکنه، فردا معاش 15000 افغانی میکنه، این میگه خیر سر 15000 افغانی گزاره میکنیم. یک نفر را میبینی یک وقت در بلاک زندگی میکرد، حالا میره در یک خانه گلی زندگی میکنه. این استانداردها پایین شده رئیس. استاندارد تو باید بالا بره. امروز تو 10 افغانی عاید داری، فردا باید 15 شوه، پس فردا باید 20 شوه. امروز تو امروز یک دختر گپ میزنی که شخصیتت زیر سوال میبره، فردا باید کسی باشی که اصلا در کسی دختر نباشی. امروز تو پبجی میزنی که وقتت ضایع میکنه، فردا باید اینمی وقت پبجی تا بتی به نوشتن یک کتاب. ما استانداردهای خود بالا نمیبریم. از امون خاطر نمیتونیم از انرژی خود شکلی که باید استفاده کنیم استفاده کنیم. خواهش میکنم. مونږ چا سره د ضعیفه مغز د تقویې لپاره مرسته نه کوو. مونږ سپین ماموریت جوړوو چې یو داسې کلینیک دی چې په هغې کې به مایوسه، ډپرس او د ژور خفګان درلودونکو ځوانانو سره خبرې کوو او دوی به په خپلو پښو درو. سپین ماموریت داسې یوه پروسه ده چې په میلیونهاو په لکاو هغه ځوانان چې ناهیلي ناامید او لارو کې دي دوی ته لار ښیي. د آنلاین لارې موږ دوی ته سرویس یا کومکونه کوو تر څو وشي کولی خپله لاره پیدا کړي. دا زما یوه هیله ده او دا زموږ د ټیم یوه هیله ده چې باید پوره شي. ولې پرته د شکه ستاسو مالي مرستو ته اړتیا لرو. نو که چېرته غواړئ ناهیلي ځوانان، هغوی چې ژور خفګان لري، هغوی چې نه پوهېږي په ژوند کې څه وکړي، یوه وسیله شئ تر څو هغو ته لاره وښایئ. نه دا چې یوازې کومک ورته وکئ د یوې یا 2 ورځو دپاره، بلکې داسې ژوند بدل کړئ چې وشي کولی ټول ژوند خوشحاله اوسي او خپل ژوند په خپله جوړ کړي. نو کولی شئ را سره په اړیکه شئ. البته دا وټساپ شمېره یوازې د هغه چا دپاره ده چې د سپین ماموریت مالی سپورټ یا مالی حمایت کوي. ستاسو هر روپۍ موږ ته ارزښت لري. مننه.